امت رسول الله را نزدیک ترازو میآورن. چقدر روز سختی است. سمت عرش نگاه میکنن، میگن ای الله مگر تو وعده نداده بودی؟ ای احمد کجا هستی؟ بیا که امتت را به سمت جهنم میبرن. غمخوار ما، دلسوز ما، مهربان ما، اونایی میآیند جلو روی فرشتگان استاد میشوند، میگویند امت مرا رها کنین. آدم تماشا میکند، آدم میداند که امروز میدان محمد است، امت مرا به سمت جهنم میبرند. به خدایی که محمد را به رسالت فرستاد، ای جوان عزیز، ای پدر بزرگوار، ای خواهر گرامی، ای خواهر بی حجاب، ای جوان معصیتکار، ای جوان قمارباز، ای جوان بی نماز، به خدا روز قیامت گردنک پت به طرف محبوبت رسول الله می روی. دیگه هجران نداریم من و تو، هیچ کس به داد من و تو نمی رسد. پدر از من و تو فرار، مادر فرار. یوم یفر المرء من اخیه و امه و ابیه و صاحبته و بنیه. روزی که پدر فرار میکند، اما مادر مهربانی که امروز به خاطرش گناه میکنی فرار میکنه، همون پدری که به خاطرش گناه میکنی فرار میکنه، برادرت فرار میکنه، همسری که خیلی دوستش داری فرار میکنه و تو تنها میمانی. کجا میری؟ به سمتی که رسول الله صلی الله علیه و سلم غمخوار امت، فدایت شوم ای محمد، فدایت شوم ای رسول الله، فدایت شوم ای شفیع المذنبین. یا رسول الله ما آواز ما را فرشتگان شاید به تو برسانند. یا رسول الله ما جز تو کسی را نداریم. یا رسول الله غمخوار این امت بیچاره، این امت گناهگار، این امت بی وفا فقط تو هستی، کسی دیگر نیست. من یک انسانی که در روز قیامت پیش ترازو می آورن، این را یک وقت دیگر پارسال گفته بودم در وقت فضائل درود، این را باز براتون میگم که ببینین یک کس به درد ما میخوره. حضرت حق سبحانه و تعالی به فرشتگان دستور میدهد این مامای درود است، بسیار درود بخوانیم که به درد ما و تو میخوره. صدا میزنه به فرشتگان. تفسیر روح المعانی محمود آلوسی بغدادی رحمت الله علیه آورده که برو بین حضرت آدم را بیاوریم. حضرت آدم را میآورن، پروردگار میگوید در کنار عرش حضرت آدم را قرار بدهید که آل حساب کتاب فرزندان شروع می شود و تماشا کند. حضرت آدم را می آورند. خوب گوش کنین عزیزان من، این را با آب طلا سر دل خود بنویسین، این داستان یادتان نرود. می آورد حضرت آدم را. حضرت آدم در یک جای بسیار بلند استاده می شود تا اینکه فرزندان خود را ببیند که چی می کنند. در همین لحظه اول کسی که به حساب کتاب پیش کرده می شود کدام امت است؟ امت محمد صلی الله علیه و سلم. امت رسول الله را نزدیک ترازو می آورند. چقدر روز سختی است. روز امتحان که ما در مکتب میریم، اما طفلکی که 5-6 تا رفیقایش در اطرافش جمع است، او رنگ گوریش همین تو پریدگی است که امروز من ناکام نشده باشه. چقدر سخت است روز قیامت. ما چقدر گناه را پت کردیم از اینان، ولی اون روز دیگه همه چیز برملا می شود، همه چیز فاش می شود. در همین اثنا وقت حضرت آدم می آورند در کنار عرش قرار می دهند، امت رسول الله صلی الله علیه و سلم نزدیک میزان می شود، نزدیک ترازو می شود. یک فرد را از میان صف و امت پیامبر جدا می کنند، نزدیک ترازو می آورند. وقتی که اعمال نیکی‌ها و بدی‌هایش را وزن می کنند، بدی‌هایش گرنگ می شود، نیکی‌هایش سبک. این بیچاره دیگه بسیار وضعش خراب می شود، سر و صورتش عرق گرفته است، میگه تباه شده.
الله به فرشتگان دستور میدهد ای فرشتگان این را بگیرین ببرین داخل جهنم بیاندازید. وقتی فرشتگان هر دو دست این را میگیرند و این بیچاره که دیگه هیچ چاره ای ندارد، هیچ قدرتی نیست که از دست فرشته من تو را نجات بدهد، هیچ چاره ای ندارد، با دل پر از حسرت و پریشانی به سمت جهنم حرکت میکند. در همین اثنا حضرت آدم تماشا میکند. آدم میداند که امروز میدان محمد است. آدم میداند که امروز فقط رسول الله باید حرف بزند. آدم میداند که امروز فقط رسول الله باید شفاعت کند. آدم میداند که خلائق جز رسول الله کسی را ندارد. آدم میداند که رسول الله محبوب الله است. حضرت آدم وقتی این حالت را میبیند تحمل نمی کند، صدا میزند ای احمد، به همین نام صدایش میزنند ای احمد کجا هستی؟ بیا که امتت را به سمت جهنم میبرد. کجا هستی ای احمد که امتت را به سمت جهنم میبرد. در همین اثنا میبینند که رسول خدا سراسیمه از میان خلایق جدا میشود، میآید جلو روی فرشتگان استاد میشوند، میگویند امت مرا رها کنین، امت مرا رها کنین، کجا میبرید؟ فرشتگان میگویند ما مأمور هستیم، لا یعصون الله ما امرهم و یفعلون ما یؤمرون، ما نافرمانی الله کرده نمیتوانیم. دستور رب العزت و الجلال است کی به جهنم باید برود. رسول خدا اصرار میکند ولی سخن پیامبر را گوش نمیکند. در همین اثنا محبوب ما، غمخوار ما، دلسوز ما، مهربان ما، اون که شبها نخوابید، اون که تمام هم و غمش امت بود، در آخرین رمق زندگی فاطمه را یاد نکرد، عایشه را یاد نکرد، ابوبکر را یاد نکرد، صدا میزد امتی امتی امتی. جای افسوس نیست که امت امروز روزه بخورد، جای افسوس نیست که امروز امت نماز نخواند، جای افسوس نیست که امروز خواهر حجاب نداشته باشد، در حالی که چنین محبوب دارد. در همین اثنا وقت صدا میزند که امت مرا رها کنین، به سخن پیامبر فرشتگان گوش نمیدهند. رسول صلی الله علیه و سلم گردن مبارکش پرت می شود، دست چپ خود را می گیرد، به ریش مبارک خود می برد و به سمت عرش نگاه می کند، می گوید ای الله مگر تو وعده نداده بودی؟ ای الله مگر تو وعده نداده بودی که درباره امت تو را ناراض نمی کنم؟ ای الله تو خود میبینی امت مرا به سمت جهنم میبرند، امت مرا رها کن. در همین اثنا صدا می آید از بالای عرش ای فرشتگان سخن محبوب مرا گوش کنید، سخن رسول مرا گوش کنید، سخن غمخوار امت را گوش کنید، بیاورین امتش را دوباره سر ترازو بیاورین. دوباره این بنده خدا را می آورند، در کنار ترازو ایستاده می کنند. رسول الله صلی الله علیه و سلم تشریف می آورد، در کنار ترازو ایستاده می شود. این نمی شناسد که رسول الله هست. ما چقدر بی‌وفا هستیم، امروز نمی شناسیم. خب به هر
وفا کردیم، به هر کس لبیک گفتیم، به هر کس احترام گذاشتیم، سخن هر کس را گوش کردیم، اما یک کسی که سخنش همیشه میشکند محبوب ما رسول الله است. اینجا استاده می شود در همین لحظه دوباره عمل این بنده را وزن می کند، باز می بیند که حسناتش و کارهای نیکش سبک می شود. در همین اثنا رسول صلی الله علیه و سلم آستین مبارک خود را دور می کند، یک پاکت و کاغذی از آستین می کشد، این را در ترازوی اعمال این بنده می اندازد. به قدرت پروردگار حسناتش می رود بالا، حسناتش می رود بالا. فرشتگان صدا می زند سعید آدم، سعید آدم و ثقلت موازینه. خوشبخت شد آدم، خوشبخت شد آدم که فرزندش نامه اعمالش گرنگ شد. در همین اسناد دستور داده می شود که این بنده را ببرین به سمت جنت، به سمت بهشت ببرین این را. وقتی فرشتگان میگیرن که این را راهنمایی کنن به سمت جنت، این بنده خدا میگوید یک چند لحظه دست بر اعلا بکنیم. چی کار داری؟ کی را میخوایی؟ میگه چند لحظه دست بر اعلا بکنیم. وقتی دستش را رها میکنن میگه چی میخوایی؟ می آید در نزدیک رسول الله صلی الله علیه و سلم استاد می شود، می گوید قربانت شوم، فدایت شوم، تو چقدر سیمای زیبا داری، تو چقدر اخلاق داری، تو چقدر زیبا صورت هستی، تو کی هستی که امروز هیچ کسی به درد من نخورد، هیچ کس صدای من را نشونید، پدر امروز در کنار من نیست، مادر در کنار من نیست، برادر در کنار من نیست، تو کی هستی؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم رو میکند میگه من رو نمیشناسی؟ تو در دنیا شنیده بودی که محمد است صلی الله علیه و سلم؟ ای امت من رسول الله هستم، من رسول الله هستم صلی الله علیه و سلم. روز قیامت چقدر تو امید داری که شفاعت کی نصیب شود؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم. پیامبر در روز قیامت در میان صف از انسانها تشریف می آورند و بعد به پروردگار عالم خطاب می کند و قال الرسول یا ربی، ای پروردگار من، ای خالق جهان، ای پادشاه پادشاهان، ای احکم الحاکمین، این قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. پناه بر خدا که روز قیامت پیامبر دست بر بزند و شکایت بکند از من. پناه بر خدا که در روز قیامت قرآن تجسم پیدا بکند و شکایت بکند از من تو. و قال الرسول یا ربی، نبی علیه السلام صدا میزند ای پروردگار من، این قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، این قوم من قرآن را پشت سر خود انداختند. تو خوب امید روز قیامت از قبر بلند میشه که احمد را داری، رسول الله صلی الله علیه و سلم را داری، محمد امین را داری، ولی اگر پیامبر بیاید آستین بر بزند از من و تو شکایت کند، پیش کی میری؟ کسی دیگه داری؟ کجا میری؟ پیش کی؟ پیش حضرت آدم؟ میروند مردم همه پیش حضرت آدم که ای آدم تو خود صفی الله هستی، ما را شفاعت بکن. آدم میگه من خطا کردم، خدا مرا من کرده بود که از درخت جنت بخورم ولی خوردم، من نمیتوانم. مردم به سمت حضرت نوح روان میکنند، پیش حضرت نوح میآیند مردم که ما را شفاعت بکن. کل خلایق جمع میشوند. حضرت نوح میگوید من هم خطا کردم، چون پسر خود را از خدا خواستم در حالی که اون پسر من نبود. من خطا کردم، من شرمنده هستم، نمیتوانم شفاعت کنم. بروین به سمت حضرت ابراهیم خلیل. خلایق جمع میشوند، میآیند پیش حضرت ابراهیم امام الموحدین
بود شکن تاریخ پیش حضرت ابراهیم خلیل می آیند. حضرت ابراهیم خلیل می گوید من 3 تا توریه دارم که ظاهرا 3 تا دروغ است، از من سر زده. 3 تا توریه و تعریض دارم که ظاهرش دروغ است، من شرمنده هستم. حضرت ابراهیم خلیل در همون لحظه چی میگوید؟ نفسی 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 نفسی. میگه برو به سمت حضرت موسی. پیش حضرت موسی میاد میگه من یک قبطی رو به یک سیلی زدم، خطا کردیم، من شرمنده هستم، نفسی نفسی. بریم به سمت حضرت عیسی. پیش حضرت عیسی علی نبینا علیه السلام میآیند، ولی حضرت عیسی نمیگوید من چی کردم، فقط نفسی نفسی میگوید. بعد میگوید من نمیتوانم. با کجا بریم؟ کجا میریم ما؟ بلند کجا؟ رسول الله صلی الله علیه و امروز میدانیم که انتظار سلام و درود ما و شما را میکشد. امروز میدانیم که چرا آسمان خشک شده است، چرا این زمین خشک می شود، چرا خدا بر ما قهر کرده، چرا حیوانات ما به صحرا می روند، قریب است که گرسنه بمانند. این گناه و معصیت ما است.